دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد رسیدن به قدرت در ماه ینور امسال از جنگ به دراز کشیده ایالات متحده در افغانستان اظهار نگرانی کرد. او در صحبت‌های محرمانه گفته است که ارسال نیروهای اضافی به افغانستان کاری عاقلانه نبوده است. اما جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که برای مقابله با تندروان حضور نیروهای آمریکا در افغانستان ضرور است. بعد سرنگون کردن طالبان در 15 سال پیش از طرف نیروهای بین المللی بر رهبری آمریکا، نیروهای افغانستان همچنان به ضد طالبان می جنگند و نتوانستند این گروه افراطی را شکست بدهند. ارتش آمریکا و خدمات مخصوصی آن نگرانند که در صورت بازگشت طالبان، القاعده و گروه افراطی به نام دولت اسلامی در افغانستان پایگاه می سازند و بر ضد آمریکا و همپیمانهایش حمله طرح ریزی می کنند. دونالد ترامپ روز 18 اوگوست با گروه مشاوران امنیتیش مناقشه در افغانستان را بررسی کرد. یک مقام رسمی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور را با استراتژی نو در افغانستان آشنا کردند، ولی هیچ قراری در این زمینه قبول نشده است. سارا حکابی سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا گفت که رئیس جمهور استراتژی را می‌آموزد، گزینه‌ها را بررسی می‌کند و در زمان مساعد درباره قرارش به مردم و شریکان آمریکا اعلام خواهد داد. این زمان در افغانستان تقریباً 8400 سرباز آمریکایی و 5000 سرباز از کشورهای عضو ناتو مستقر هستند و در آموزش و تربیت سربازان افغان و مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌های تندرو کمک می‌کنند.